برگشتن ما 3 ماه آزمایشی با هزینه شخصی خواهد بود. تو ذاتا قبل از که بیا اینجا چی گوش میدادی؟ CD خام؟ آخه اصلا مگه میشه شبکه من و تو با اون همه برنامه‌های جذاب و سرگرم کننده‌شو یادمون بره؟ دوستان یه خبر داغ، شبکه من و تو داره برمیگرده. اصلا علت تعطیلی شبکه من تو چی بوده و آیا خبر بازگشت من و تو واقعیت داره؟ همه اینا رو میگم. راستی در مورد جریان به هم زدن سورپرایز مجریان شبکه من و تو توسط منصور خواننده‌ام آخر این ویدیو کامل توضیح دادم، پس تا انتها با من همراه باش. داریم همه تلاشمون رو میکنیم که قوی‌تر از گذشته برگردیم. شبکه تلویزیونی من و تو در اکتبر 2010 توسط کیوان عباسی و مرجان عباسی تأسیس شد که در لندن مستقر بود و با پخش برنامه‌هایی با مضمون سرگرمی، علمی و سیاسی شروع به کار کرد و خیلی زود با پخش برنامه‌هایی مثل بفرمایید شام، شعر یادت نره، استیج و شب جمعه و تونل زمان و خیلی برنامه‌های جذاب دیگه مخاطبین پر و باقرسی رو برای خودش دست و پا کرد و حسابی گوی سبقت و از تلویزیون‌های فارسی زبان قدیمی تر رو بود. بعد از 14 سال اجرا، مدیران شبکه تلویزیونی من و تو طی یک خبر ناگهانی پایان فعالیت و توقف پخش برنامه‌های این شبکه رو در بهمن ماه 1402 اعلام کردند. مدیران و مجریان شبکه من و تو اذعان کردند که با وجود مشکلات مالی دیگه توان ادامه فعالیت وجود نداره و بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی اقتصادی توی منطقه چاره‌ای جز بسته شدن این رسانه رو براشون نذاشته. مخاطبین و طرفداران من و تو تا مدت‌ها از این مسئله شوکه و ناراحت بودن تا اینکه چند روز پیش امید خلیلی و سالومه سیدنیا طی لایوی که تو کانال یوتیوب من و تو منتشر شده بود خبر بازگشت پرقدرت شبکه من و تو و چگونگی راه اندازی و پلن‌های جدید درآمدزایی برای تأمین مخارج شبکه من و تو رو دادن. امید گفت رفقا اتفاقات جدیدی روی کانال یوتیوبمون داره راه میفته. لطفاً به ما بپیوندید. همین الانم یه سری برنامه‌ها داره روی کانال یوتیوبمون بارگذاری میشه. اونایی که عضو کانال بشن با 2 مدل پرداخت 99 سنتی و $1.99 میتونن این برنامه‌ها رو کامل و دست اول از کانالمون ببینن. این مبلغ هم برای اوناییه که در داخل ایران مشکل اینترنت و فیلترینگ دارن تا بتونن از طریق ماهواره برنامه‌های شبکه رو داشته باشن. امید همچنین گفت توی این مدت که نبودیم احساس کردیم یه سری اخبار جانبدارانه و یکسویه بیان شده و عده‌ای سلیقه‌ای و دستچین شده عمل می‌کنن. مثلا از پیشنهاد اغوا کننده‌ای که یکی از تلویزیون‌ها به علی کریمی داده و البته ایشون رد کردن، همچنین نشست‌ها و مذاکره‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی توی این مدت انجام داده هیچ خبری منتشر نشده و در واقع بایکوت میشه. فقط بدونید قطعاً تلویزیون من و تو تصمیم داره پرقدرت‌تر، بی‌پرده‌تر و با صدای رساتر با همون اسم من و تو برگرده. افراد خارج از کشورم باید حمایت کنن تا دوستان داخل ایران بتونن از طریق ماهواره برنامه‌ها رو ببینن تا کمتر از 1 ماه و نیم دیگه قطعاً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو همین الان لایکش کن، کانال رو سابسکرایب کن و علامت زنگوله رو فعال کن. قرار بود در ابتدا خبر بازگشت شبکه من و تو توسط هدیه تازه یا تینا قاضی مراد از مجریان شبکه من و تو اعلام بشه و طرفداران خودشون رو حسابی سورپرایز کنن، اما این سورپرایز با پیشدستی آقای منصور خواننده خیلی زودتر از اینا لو رفت. توی چند روز گذشته ویدیویی از منصور منتشر شده که در حالی که یه استوری از خودش گرفته و داره موهاشو مرتب میکنه یه دفعه دوربین رو چرخونده و هدیه تازه و گروهش توی تصویر دیده شدن که گفت بفرمایید شام با هنرمندان و چیزی که مهمه گوشه تصویر نوشته شده بود بفرمایید شام با هنرمندان پاییز 2024 و یه هشتگ بزرگ بازگشت من و تو هم زده شده بود که همین مهر تاییدی به این ادعاست. کیوان عباسی هم تو پیج من و تو آفیشیال رسما بازگشت من و تو رو
تایید کرده. الانم کم کم توسط مجریان شبکه من و تو از جمله مژده یزدانی که تو اتاق خبر من و تو فعال بود و همچنین تینا قاضی مراد این خبر داره تایید میشه. تینا قاضی مراد در پاسخ دنبال کننده های خودش صراحتاً گفته یه تعداد ایرانی علاقه‌مند و سرمایه گذار پیشنهادات خوبی دادن و من از طرف کیوان عباسی به شما این اطمینان رو میدم که کنار شما باز خواهیم گشت. ما پای شما می ایستیم و هیچ وقت تنهاتون نمیذاریم. الانم با تایید منابع در ماهواره یوتلسات شبکه من و تو قطعاً تا حد اکثر 2 ماه آینده برمیگرده و به طور قطع ما در پاییز امسال شاهد تماشای برنامه‌های پرمخاطب من و تو از جمله بفرمایید شام با منصور، شهبال شب‌پره، رامین زمانی و مایکل خواهیم بود. عزیزان، حالا با این اوصاف شما بیشتر منتظر تماشای کدوم یکی از برنامه‌های مورد علاقه خودتون هستید؟ لطفاً توی کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم که تا انتها با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً واسه رفقاتونم بفرستید و با لایک و کامنت همچنین سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید. پیشنهاد میکنم ویدیوهای دیگه کانال رو هم ببینید.